سرخور، داستان زندگی واقعی رقیه، قسمت پایانی. صبح روز جشن کمال منو برد آرایشگاه. لباس عروسی هم کرایه کرده بود، یه لباس خوشگل و پفدار. موهام آرایشگر رنگ کرد، خدا را شکر سفیدا رنگ گرفت. به ناخونام هم لاک زد و صورتم رو یه آرایش کامل کرد. یه سرویس طلا هم کمال خریده بود که آرایشگر کمک کرد تا بندازم. به آرایشگر گفتم این گردنبند ظریف همراه سرویس باشه بد میشه؟ آرایشگر گفت کدوم گردنبند؟ دست کشیدم روی گردنم تا نشونش بدم که دیدم نیست. با تعجب گفتم وای گردنبندم نیست. همه مشغول گشتن شدیم اما پیدا نکردیم. همه جا رو زیر و رو کردیم، حتی خونه کمالینا رو، اما پیدا نشد که نشد. خلاصه جشن تموم شد. اسممون توی دفتر ثبت و شناسنامه ها نوشته شد و من و کمال زن و شوهر قانونی و شرعی شدیم. فرداش کمال من و مامان رو رسوند خونمون. تا رسیدیم و داخل حیاط شدیم چشمم به گردنبندم افتاد که روی گلهای محمدی بود. با خودم گفتم خدایا کسی از خونه ما اونجا نبود، پس کی این و این همه مسیر آورده اینجا؟ متوجه شدم که اون همزاد همیشه همراه همه و ولم نمی کنه. دیگه نمی دیدیمش اما حضورشو حس می کردم. ناراحتیمو به روم نیاوردم تا کمال متوجه نشه. همسر عزیزم از همون جلوی در خداحافظی کرد و گفت خیلی زود میام می بینمت. ازش تشکر کردم و لبخند زدم. رفت تا سوار ماشین بشه. تا وقتی که دور بشه ایستادم و رفتنشو تماشا کردم. من و مامان متعجب بودیم و نگران، اما خدا رو شکر هیچ اتفاق خاص و ناراحت کننده ای نیفتاد. ته دلم نگران بودم و همیشه به جای اون درخت نگاه می کردم و می ترسیدم. 1 سال نامزدی من و کمال در آرامش و خوشی گذشت. در عرض این 1 سال اصلاً چیزی ندیدم. شروع کردیم به تدارک عروسی. جهیزیه خیلی خوبی بابا و مامان برام خریدن. داخل یکی از اتاقهای مادر کمال چیدن. هیچ وقت توی دوران نامزدی تنها نبودیم. ما برای عروسی رسمایی خاصی داشتیم. مثلا حتما لباس عروس و کفش پاشنه‌دار باید می خریدیم که کمال زحمتشو کشید. همه چی خوب و قشنگ پیش می رفت تا شب حنابندون. رقص و پایکوبی و کادو و شام و همه به راه بود تا اینکه بعد از شام یهو برقا رفت. شمع و چراغا روشن شد. مهمونا کم کم به بهانه تاریکی رفتن. یه عده‌ای کمی از نزدیکان مونده بودن که مادر کمال به مامان گفت من میگم حالا که همه جمع هستیم بهتر نیست شب زفاف این 2 جوان همینجا باشه تا فردا برای عروسی کارمون کمتر باشه. نگران رسم و رسومات هم نباش. برای مامان فرقی نمی‌کرد، پس قبول کرد. داخل یکی از اتاقها رخت خواب من و کمال رو پهن کردن. زنمو هم مختصری از رابطه به هم توضیح داد. منو برد داخل اتاق و گفت بشین اینجا تا شوهرت بیاد. چراغ روشن روی تاقچه بود. استرس داشتم و به رابطه فکر می‌کردم. حس کردم یکی از پشت به من تکیه داده. از ترسم نتونستم برگردم. اما دستاش با ناخونهای بلندش که پهلوش بود خوب دیدم. فهمیدم همزادمه. آب دهنمو به زور قورت دادم. قلبم به کندی میزد. جرأت نداشتم جیغ بکشم تا کسی بیاد پیشم. سرش از پشت سر تکیه داد به سرم. برای اولین بار حرف زد و گفت عروسیت مبارک عروس خانوم. منم همسن تو هم. من و تو توی شکم مامان بودیم یادته؟ اونجا 9 ماه با هم بازی میکردیم. من تو رو میزدم و تو منو. تو زنده موندی و من مردم. انگار روحم سرگردون مونده. با تو زندگی کردم و با تو نفس کشیدم. انگار عمرم به تو وصل بود. برای همین نمیخواستم ازدواج کنی. اما تو منو ول کردی. منم برای همیشه میرم. از شدت ترس لبهام داشت میلرزید. داشتم سکته میکردم. دستشو گذاشت روی دستم که با منمن گفتم با من چی کار داری؟ من که کاریت ندارم. برگشت سمت من. من برای اولین بار بدون ترس نگاهش کردم. یکی بود شبیه خودم.
دیگه از اون چهره ترسناک خبری نبود. موهای خودم بود و لبخند خودم. خودم بودم. بلند شد و مثل یه روح سفید رنگ چرخی زد. بعد با لبخند به سمت دیوار رفت. آخرین لحظه به هم نگاه کرد و رفت. انگار برای همیشه رفت که رفت. جون تکون خوردن نداشتم. مثل یه مجسمه افتادم روی تشک و چشمامو بستم. صدای باز و بسته شدن در رو شنیدم. اما اهمیتی ندادم چون فکر کردم دوباره برگشته. موهامو نوازش کرد. هم دلم برای همزادم میسوخت، هم وحشت داشتم ازش. جرأت نکردم چشمامو باز کنم. دم گوشم گفت: خوابیدی؟ تمام عمرم منتظر همچین شبی بودم. حالا تو خوابیدی؟ صدای کمال بود. زود چشمامو باز کردم و نشستم. خیلی ترسیده بودم و زبونم بند اومده بود. انگار رنگ هم به چهره نداشتم که کمال گفت: فکر نکنم انقدر ترس طبیعی باشه. طبیعیه؟ ما عروسی کردیم و رفتیم زیر یه سقف. تا به امروز دیگه اون همزاد یا دوقلوی خودم رو ندیدم. وقتی به مامان تعریف کردم زد زیر گریه و گفت: وقتی شما به دنیا آمدید و دیدم تو زنده‌ای، فقط برای زنده بودن تو خوشحال بودم. مردن اون قولت زیاد برام مهم نبود و گریه نکردم. مامان بعد از فهمیدن این قضیه 2 بار خواب اون خواهر دوقلومو دید. با هم گفتند و خندیدن. طبق حساب و کتابی که کردیم، مامان درست شبی که همزادم برای آخرین بار رفت باردار شد. یه خواهر درست شبیه من به دنیا آورد. شاید باور نکنید، ولی من ایمان دارم که روح همون خواهر دوقلوم توی کالبد مادرم عمر دوباره گرفت. سال 81 خواهرم به دنیا آمد. حتی زودتر از بچه من. اسمشو مامان رویا گذاشت چون واقعا مثل یک رویا و معجزه بود. همه تعجب کرده بودن که مامان با اون سن و سال بچه دار بشه، ولی به لطف خدا شده بود تا بعد از من تنها نمونم. 1 سال بعد از به دنیا آمدن رویا، خدا به من هم دوقلو داد. 2 تا پسر. خیلی خوشحال بودم که بچه هم پسر هستن. آخه به قدری سختی و عذاب و حرف و حدیث شنیده بودم که فقط از خدا جنسیت پسر میخواستم، نه دختر. واقعا از ته دل همیشه دعا میکردم که دختردار نشم. خدا رو شکر زندگی قشنگی با کمال دارم. مخصوصا که مامان و بابا هم اومدن شهر. کنار ما یه خونه خریدن و من میتونستم هر روز ببینمشون. رویا منو تبدیل به یه خواهر خوب کرد. تمام اون روزها رو جبران کرد. کمال زندگی قشنگی برام ساخت. هیچ کمبودی کنارش ندارم. پسرامو با عشق بزرگ کردم. رویا رو خونه بخت فرستادیم. در حال حاضر هیچ مشکلی نداریم جز غم دوری بابای زحمتکش و مهربونم که 3 سال پیش به رحمت خدا رفت. کلاً خانواده‌ای با محبتی هستیم. مامان همه جور هوامونو داره. بیشتر وقت خونه مامان جمع میشیم و میگیم و میخندیم. رویا به تازگی باردار شده. منتظر دختر کوچولوشه. به من فخر میفروشه و میگه من دختر دارم و تو نداری. گاهی وقتا که عصبانی میشم مامان به شوخی میگه واه واه واه، وحشتناک شبیه اون خواهر دوقلوت شدی. با این حرفش میخندم و عصبانیتم فروکش میکنه. این راز رو بعدها برای کمال تعریف کردم. کمال با شنیدنش گفت: اون روزا متوجه میشدم که چیزی رو پنهون میکنید. گاهی حالتها و رنگ و رود عوض میشد. ولی اگه اون موقع هم میگفتی که خواستگارات چرا میمیرن، من باز هم برای خواستگاری میومدم. این بود سرگذشت پر از درد و رنج من. برای همه آرزوی خوشبختی میکنم، چه قبل از دوران سختی، چه بعد از سختی. همراهان عزیز از سرگذشت، این بود داستانی که از سر رقیه گذشت. فراموش نکنید ویدیو رو حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب داشته باشید. ممنونم که همراه من هستید.